ها از پیروانشان، از بازماندهاشون باید که معذرت پرسید، باید که اینها رو به یک شکل جبران کرد. بعضی ها میگن که چرا این حرفا رو میگی؟ اونا یک قسمش ترک بودن، لقای بودن، اونا باسمچی بودن، اینا فلان. برای فرقش چی؟ در بین اونها تاجیک هم بود، ترک هم بود، ازبک هم بود، لقای هم بود، اما اونها برای وطن جنگیدن. و من این حرفا رو خواهم گفت. از آن جمله یکی از واقعیت‌های تاریخی این است که برادران و هموطنان اسماعیلیه ما طول 100 ساله ها در تحت فشار از چند طرف بودن. اون طرف از طرف افغانستان، یک قسم از طرفی در زمان بخارا از این طرف. یعنی اینا اسماعیلیای ما قبلا همش در کوهستان زندگی نمیکردن، همشون در پامیر نبودن. اسماعیلی‌ها در بخارا، سمرقند، در تمام پهنای آسیای مرکزی، در افغانستان، ایران، در جهان اسلام بودن. اسماعیلی‌ها اولین دانشگاه جهان و اولین دانشگاه اسلامی الازهر که امروز در مصر است، این میراث امپراتوری فاطمیان مصر هست که اینا اسماعیلی بودن. و اسماعیلی رو نمیشه تنها قضاوت کرد با علموت و با حسنی صبا که حالا اونم معلوم نیست که در اون تاریخ چی گذشت. من اجازه قضاوت تاریخی کردنی نیستم، اما یعنی وقتی که ما اسماعیلی میگیم این یک عالم دیگر است، یک تمدن است، یک جهانی که در جهان اسلام یک واقعا میراث عجیب و تاریخی گذاشتن. ولی اون ناحقی‌های تاریخی باعث شد که حالا در دیگر جاها معلوم که بعد تقدیر اینها چی شد، اما در منطقه ما اینا دیگر مجبور شدن که بیان در همون کوهستان خود را جا کنند و از تمام اطراف دیگر محاصره بودند و یعنی در یک حالت ایزولیت بودند. و تا امروز متاسفانه همه این تلاش‌های آنها برای شکستن این ایزولیت و راه یافتن به جهان، چه راه جغرافی و چه تجارتی و چه معنوی و سیاسی، بازم سرکوب میشود و حتی با آنها اجازت نمیدن همون مالی که از چین وارد میشود در تریتوری تاجیکستان گمرک شود. یعنی مراسم گمرکی همون با اصطلاح تنظیم اسناد بازم میره در دوشنبه. یعنی اونا حقی حتی اقتصادی ندارن که در منطقه خود، در زمین خود یک رابطه‌های اقتصادی و تجارتی داشته باشن. و این ناحقی است. وقتی که من میگم که ملت باید این شهامت رو داشته باشد که این را جبران کند، یکیش جبران معنوی است و اعتراف کردن این که واقعا نسبت این مردم در طول تاریخ ظلم شد، ناحقی شد. مردم پامیر از ما یگان چی نمیخوان، نمیگن که این برای جبران این باید که فلان مقدار مبلغ مثلا